الله متعال فرشتگانی هست کرده است که اگر بر روی زمین فرود بیایند، یک بالشان بر زمین و بال دوم آنها در آسمان دنیا خواهد بود. تمام این ملائکه ذکرشان و وردشان است لا حول ولا قوة الا بالله. هیچ فرشته بر زمین فرود نمی آید و هیچ فرشته از زمین به سوی آسمان ها بال نمی گشاید مگر اینکه می گویند لا حول ولا قوة الا بالله. نیست هیچ نیروی، هیچ قدرت مگر از جانب الله و واسطه الله. لا حول ولا قوة الا بالله. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که آیا شما را به گنج از گنجهای بهشت راهنمود نکنم؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرمودند بگویند لا حول ولا قوة الا بالله. حضرت موسی اشعری رضی الله تعالی عنه مهربانی میکنند که به ذکر کردن مشغول بودم که به ناگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا ندا کرد که اینجا بیا در کنار من. رفتم در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت آیا تو را به ذکر از اذکار راهنمون نکنم که گنج از گنجینه های بهشت است؟ گفتم بله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرمودند بگو لا حول ولا قوة الا بالله. 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 معنای تحت لفظی لا حول ولا قوة الا بالله این است که نیست هیچ نیروی، هیچ قدرت، هیچ گرداننده مگر الله متعال. ما هیچ توانایی نداریم و هیچ قدرت نداریم مگر با قدرت و توانایی از جانب الله متعال. اما معنای عمیق این کلید واژه این می شود که نیست هیچ بدل کننده غم ها به خوشی ها. نیست هیچ ذاتی که فقر را به غنا تبدیل کنه. نیست هیچ ذاتی که قلب مریضه، روح روان مریضه به صحت و نشاط بازگردانه مگر الله. علما می گویند که معنا و مفهوم عمیق لا حول ولا قوة الا بالله این می شود که انسان هیچ گونه قدرت و نیروی در برابر ترک معصیت و گناه ندارد مگر با قدرت از جانب الله متعال. و انسان هیچ نیرو و قدرت برای اعمال اعمال خیر ندارد. انسان نمی تواند که به اعمال خیر مبادرت بورزد مگر با نیرو و قدرت از جانب الله متعال. آوردند که جبرائیل امین هر زمانی که به زمین برای امر خیر فرود می آمد می گفت لا حول ولا قوة الا بالله. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت دیگه مهربانی می کنند که زمانی که بنده می گوید لا حول ولا قوة الا بالله، الله متعال از فوق عرش می گوید بنده من سرکشی را ترک کرد و خودش را برای من تسلیم نمود. سبحان الله. بعد این معنی که الله متعال از آن لحظه به بعد کفایت کننده همه امور توست. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که هر کس از خواب بلند شد و این ذکر را گفت. توجه کنین برادران عزیز و خواهران معزز. کدام ذکر را؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند هر کس از خواب بلند شد و این ذکر را کرد که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. و بعد در پایانش گفت رب اغفر لی. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که تمام گناهان این فرد بخشیده می شود، حتی اگر به اندازه کف دریا باشد. و در روایت دیگه در ادامه می آید اگر این فرد بعد از آن برود وضو درست کند و بیاید به نماز بیستد
الله متعال نمازش مورد استجابت واقع می کند. و اگر کسی بعد از نماز این ذکر و این ورد را بگوید و در برای آن دعا و خواسته از الله متعال داشته باشد، الله متعال دعای او را مورد استجابت واقع می کند. به جهت نیست اگر ما امر چیز فرد وجودش ما را به شگفت وادار می کند، فرزندک من در قلبمان عزیز می شود، شوهر مطیع و فرمان بردار دارید، همسر مطیع و فرمان بردار دارید، دوست امانتکار و عزیز دارید، خانه زیبایی دارید، موتر زیبایی دارید و در نعمتهای الله متعال قرار دارید، همیشه وردتان لا حول ولا قوة الا بالله باشد. زمانی که فرزندکتان میبینین بگین ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. شوهر مطیعتان چشمانتان به او میخورد ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. توانایی بر انجام امر خیر در وجود شما پدیدار شده است، بگین ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. هر چیزی که وجود شما را به شگفت می اندازد بگین ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. در سوره مبارکه کهف داستان دو فرد ذکر شده است که باغ یک فرد به سبب خودبینی و تکبر به خاکستر مبدل می شود و اون دوستش می گوید اگر تو وارد باغت می شدی و وجود باغت سبب خودبینی و تکبر در وجودت نمی شد و می گفتی ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، باغت به خاکستر مبدل نمیشد. بنابراین گفتن ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله سبب برطرف شدن زخم چشم می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که شما لا حول ولا قوة الا بالله زیاد بگویید، با کثرت بگویید. علما از فواید این حدیث استخراج کردند که هر کس روزانه 100 بار لا حول ولا قوة الا بالله بگوید، الله متعال 99 غم و هم و اندوه و مشکلات زندگی از او را حل می کند. پایین ترین آن بدل شدن غمهای او به شادی هاست و همچنان فقر او را به غنا مبدل می کند. و مهمتر از آن هیچ بنده توفیق اعمال خیر در وجودش پدیدار نمی شود مگر آنانی که زبانشان با ذکر لا حول ولا قوة الا بالله گرم و تازه است. میگویند زمانی که ابراهیم علیه السلام را به آتش افکندند، هینه که به آتش واقع شد گفت لا حول ولا قوة الا بالله. هیچ نیروی، هیچ قدرت در برابر این مصیبت و این آتش وجود ندارد مگر اینکه از جانب الله متعال. به جهت نیست که علما گفتند که لا اله الا الله تو را وارد حلقه اسلام می کند و گفتن لا حول ولا قوة الا بالله تو را کاملا در برابر فرامین الله متعال و دین الله متعال تسلیم می کند. در پایان ذکر لا حول ولا قوة الا بالله را چگونه بگوییم؟ بعد از ختم هر نماز 100 بار، روزانه می شود 500 بار. کسی که استطاعت و توانایی دارد 200 مرتبه بگوید بعد از ختم هر نماز که در 5 وقت نماز 1000 مرتبه می شود. همه ما در دنیا هم غم ما و کوشش ما، تشویش ما این است که پولدار و سرمایه دار شویم، به انواع و اقسام و معاملات اقتصادی دست میزنیم. بهشت زیباست، از بزرگترین نعمتهای الله متعال است، اما در میان بهشت گنج های وجود دارد که سرمایه های وجود دارد که ثروت های وجود دارد که برای گویندگان لا حول ولا قوة الا بالله است. چه زیباست که زمانی که در روز آخرت وارد بهشت شوی صاحب تمام آن گنج ها و ثروت ها و سرمایه ها شما باشید. السلام علیکم.